یا رب ما به خود بد کردیم، ما قدردان ذات تو نبودیم، الا ما قدردان ذات تو نبودیم، ما اون چیزی که شایسته بندگی تو هست نکردیم. یا الله تو بودی و ما در غیر تو رو کوبیدیم، دروغ گفتیم حالا بعد نماز گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دروغ گفتیم یا رب که فقط تو رو می پرستیم و فقط از تو استعانت می طلبیم. هر وعده گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، سراغ غیر تو رفتیم، در غیر تو رو زدیم، از غیر تو خواستیم، به غیر تو تکیه کردیم، به غیر تو پناه بردیم. یا رب ما بنده خوبی نبودیم، قبول یا رب، قبول یا رب، ما بنده خوبی نبودیم، اما تو بد رو بد نکن یا رب، تو دسترت به سینه ما ندن، تو ما رو محروم نکن. خدایا ما رو به که میسپاری یا رب؟ خواهران و مادران مظلوم ما در غزه رو به که میسپاری یا رب؟ این همه مظلومیت رو به که میسپاری یا رب؟ یا رب پناه بیاریم به غیرت تو، پناه بیاریم به غیرت تو و به عظمت تو و به جلال تو و به جبروت تو، به عظمت تو، به بزرگی تو یا رب. از این بیشتر فرعون ها و نمرود ها رو فرصت